لحظه صبر کن ماما، مهری آپشنی برای من نیست، وظیفه پسره. اصلا چرا من با دخترم اونور دیگه زندگی کنم که استرس بکشه ها؟ تن و بدنش بلرزه. درسا ما یه زمانتی میخوایم بابت خوشبختیش. حالا اگه فاز معامله است قیمت روش گذاشتیم، تا بذار من بگم. خود شما تا الان 100 تا سکه خرجش کردین. فقط دختر شما نباید استرس بکشه. اون پسری که از صبح تا شب باید بره با همسنایی پدرش کف بازار رقابت کنه، اون استرس نداره؟ نه ببین، این خودخواهی کامله که ضامن خوشبختی دختر شما ضامن نارنجک تو زندگی پسر مردم باشه. حالا از دید پسره به داستان نگاه کنی. اگر معامله است، اون میخواد معامله واسه اونم صرف داشته باشه دیگه. به اندازه اون سکه‌ای که داره مهر میکنه، اون دختره به همون اندازه داره به زندگی این اضافه میکنه که واسه اونم ارزش داشته باشه. خب همین جوری رفتار میکنین که میبینین الان هیچ کس حاضر نیست ازدواج کنه دیگه. من بخوام ازدواج کنم، میندازم با طرف میرم تو زندگی، هر چی با هم ساختیم و نصف میکنم، هر چی حق و حقوقم هست با هم برابر. من بدم میاد رابطه رو با این معامله قاطی کنم، بلد نیستم.